قول میدم 90% کسایی که میرن باتری میخرن الکی میگیرن. مشکل جای دیگه است. چرا بعضیا میرن باتری میخرن بعد از یک ماه دوباره همون کاس و همون آشه به قول ارسطو؟ چرا همه میگن باتری الان 3 ماه 5 یا بیشتر عمری میکنه؟ چون عیب اصلی که برق دزدی ماشین رو کسی برات نگرفته. برای اولین بار در ایران اوسابیز میخواد با یه لامپ ساده 10,000 تومانی کل برق دزدی ماشین تو زیر 3 ثانیه بگیره. شاید خیلی بگن اوسابیز ما این لامپ تو خونه از کجا بیاریم؟ برو از خطر عقب در بیار زیر 1 ثانیه بری اونش بذارم. میری صندوق عقب اینجا 2 تا زامن ده. 2 تا زامن فشار بده خیلی راحت در میاد. همین لامپ یکیش بیرون در بیار. بریم حالا برای تست. بریم سراغ تست اصلی که زیر 3 ثانیه برات میگم. قبلش لایک کن و پیج داداش تو فالو کن که از پست‌های بعدی جا نمونی. آقا قطب منفی رو باز کن. کابلو بزن به بدنه لامپ و ته لامپو وصل کن به قطب منفی اینجوری. نکتهش اینجاست. بعد 10 ثانیه صبر کنی. چرا؟ چون داخل ECU یه خازنه‌ایه که خودش برق تولید میکنه. بعد از 10 ثانیه اگر دیدی خاموش نشد یکی اینو اینجوری بگیره و یکی رو بفرست سر وقت فیوزها. مثلا این فیوز مال ضبطه، این فیوز مال چراغ سقفه. من فیوز چراغ سقف رو که میکشم میبینم این لامپ خاموش میشه. مشکلم فقط از چراغ سقف دیگه. الکی داشبورد جای دیگه رو باز نمیکنم. تک تک فیوزها رو بکش هر کدوم خاموش شد مشکل از همونه.